در صحن بنای اینستیتوت علم‌های گومانیتاری به نام اکادمیک بهادر اسکندرов گوشه کتاب‌های نشر گردیده استاد پروفسور دکتر علم‌های فیلولوژی اسماعیل رحیمی به معرض گذاشته شدند. مورد ذکر است که سهم استاد اسماعیل رحیمی در تهیه زبان یزدگلامی که یکی از زبان‌های معمول پامیری به حساب می‌رود نظر است می‌باشد. اسماعیل رحیمی در آموزش سینتاکسیس و لغت مردمشناسی زبان یزدگلامی سهمی سزاوار گذاشته است. زبان یزدگلامی یکی از زبان‌های قدیمی پامیری به حساب می‌رود. این زبان با زبان شغنانی و روشانی در زمانهای پیش یک بوده است و بعدتر جدا شده است و تحقیقگری اساسی این زبان یکی از عالمان مقیم مسکو جای یوسفنا ایدلمن می باشد. در تاثیر آثار علمی جای یوسفنا همچنین اونهای به میدان علم آمدن که زبان یزدگلامی برایشان زبان مادری حساب می شود و اینها دو نفرند. یکی از اونها پروفسور اسماعیل رحیمی و دیگرش نامزد علم‌های فیلولوژیا عبدالقادر علوی می باشد که امروز در مسکو زندگی می کنند. اینها زادگان یزدگلامی باشند که بی‌واسطه در آموزش همین زبان سهمی ارزنده گذاشتند. از جمله پروفسور اسماعیل رحیمی در آموزش لغت اتنوگرافی زبان یزدگلامی خدمت باسزای نمودند. زیرا لغت اتنوگرافی اون قسمت لکسیکی است که در اساس آن تاریخ زبان برقرار کرده می شود. در اساس لغت اتنوگرافی مناسبت این زبان با زبانهای دیگر و عموما مناسبت و رابطه این خلق با خلقهای دیگر معین کرده می شود. مسلم ابراهیمشایeva نامزد علم‌های فیلولوژیا عرض داشت که عالم زبانشناس اسماعیل رحیمی در تحقیق سینتاکسیس جمله‌های ساده زبان یزدگلامی سهمی ارزنده گذاشته است. جمع‌آوری و مورد تحقیق قرار دادن موادهای علمی عاید زبان‌های بی‌خط استواری و زحمت زیادی را طلب می‌نمود که اسماعیل رحیمی از عهده این وظیفه سرمحصول با سربلندی برآمده توانست. استاد اسماعیل رحیمی در برابر زبانشناس برجسته بودنش یک آدم خاکسار، مهربان، انسان دوست می باشد. امروز ما در 75مین سالگرد استاد رحیمی اشتراک می کنیم و من به این خاطر استاد مهربان را تبریک و مبارک بود گفته در حیات ها خوشی ها و در کار و فعالیتش موفقیت های بی پایان را تمنا دارم. با مناسبت 75 سالگی زادروز زبانشناسی پرکار و پختکار تاجیک اسماعیل رحیمی کنفرانس علمی عملی با دایره وسیع اهل ادب و زیاهیان دایر کردید. ضمن کنفرانس معاون رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان نظیر امیربکزاده پیام تبریکاتی رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیض‌افرا که به افتخار این سنه مبارک ارسال گردیده بود قرائت نموده ذکر داشت که پایه اساسی دولت ملی ما را علم و معرفت تشکیل می‌دهد و امروز سرور دولت محترم امام علی رحمان با مسئله علم و معارف توجه خاص ظاهر می‌نماید. با آموزش و تحقیق زبان یزدگلامی دو نفر زاده یزدگلام مشغول بوده. سالهای اخیر اوید به سینتاکسیس، لکسیکا و فرازئولوژی زبان مذکور دستورالعمل‌های تعلیمی را به تب رساندند. پروفسور اسماعیل رحیمov را می‌توان یکی از اولین احیاگران زبان سوخت باستانی یزدگلامی دانست. او زیاد از 250 مقاله علمی نوشته در بسیار انجمن‌ها و سیمپوزیوم‌ها اشتراک و سخنرانی نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان ثمره مهنت او را در سمت پیشرفت علم به نظر گرفته. او را با چندین افتخارنامه قدردانی نموده است. در جریان کنفرانس دیرکتور اینستیتوت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان حاکم قلندریان بیان داشت که رشد علم و معارف در مرکز سیاستی ارزشمند پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد. گفته شد که جمهوری تاجیکستان که با مرحله نو دولتداری ملی مرحله رشد استوار وارد گردیده است توجه نمودن به رشد علم و معارف بسیار مهم به حساب می‌رود. از اینجاست که راهبریت عالی دولت در سمت بهتر نمودن صفت تعلیم، سوی معرفت گرداندن اهالی یک قطار تدبیرها راه اندازی نموده است که امروز نتیجه های سودمند داده ایستادند. اسماعیل رحیمی یکی از شخصیت های شهرت یافته وادی یزدگلام ناحیه ونج بوده چندین متخصصان را به کمال رساندند که امروز در تمام ساحه های خواجگی مملکت فعالیت گسترده دارند. در جریان کنفرانس استادان دانشگاه دولتی خاروق بابت سهم اسماعیل رحیمی در آموزش زبان یزدگلامی عالم انسان دوست دانشمند ابرومند معروضه نمودند. ماموریت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان اینستیتوت علم‌های گومانیتاری به نام اکادمیک بهادر اسکندرov با افتخار 75مین سالگرد صاحب جشن کتاب تحت عنوان دانشمند از وادی یزدگلام را به تب رسانیده برای اشتراکداران کنفرانس دسترس نمودند. در
фарҷом ба соҳибҷашн аз номи раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мукофоти пулӣ ва тӯҳфаи хотиравӣ тақдим гардид.